اسرائیل حملات هوایی شدیدی به پایتخت قطر دوحه انجام داده که سراسر خاورمیانه را تکان داده است. این حملات که توسط 15 جنگنده اسرائیلی صورت گرفت، چندین ساختمان در دوحه را به ویرانه تبدیل کرد. اسرائیل مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و اعلام کرده هدف آن رهبران حماس در قطر بوده است. همچنین گفته می شود آمریکا پیش از عملیات در جریان قرار گرفته بود. بله، همان ایالات متحده که تنها چند روز پیش یک جت خصوصی 400 میلیون دلاری از قطر دریافت کرد. کشوری که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه را نیز در خود جای داده است. قطر به شدت این حمله هوایی را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام نقض خطرناک حاکمیت ملی و اصول جهانی است. پایتخت قطر در سطح بین المللی به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشگری شناخته می شود، جایی که استادیوم‌های جام جهانی فوتبال 2022 نیز در آن به نمایش جهانی گذاشته شد. فرانسه نیز با محکومیت شدید این اقدام اعلام کرد حملات هوایی به قطر غیر قابل قبول است. صرف نظر از بهانه‌ها، تاریخ اسرائیل همواره با تنش‌های مداوم با جهان عرب از جمله لبنان، سوریه، عراق گره خورده است. تنها چند روز پیش نیز اسرائیل به یمن حمله کرد و نخست وزیر این کشور را کشت. قطر از پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها و یکی از قدرتمندترین سامانه‌های دفاع هوایی جهان برخوردار است. اکنون این پرسش مطرح است: آیا قطر همانند ایران پاسخ متقابل خواهد داد یا واکنش خود را به محکومیت دیپلماتیک محدود می‌کند؟